25 سال پیش پایتخت تاجیکستان میدان جنگ بود. نیروهای طرفدار دولت شهر را از مخالفان گرفتند. جنگ داخلی 5 سال ادامه کرد و 100,000 نفر را کشت. 1.2 میلیون نفر بیجا شدند. حالت بسیار مشکلی بود، حالت ناگواری بود که واقعا نیروهای گوناگون رو بروی حمله افتادند و طبیعی است که بین اونها تیرپرانی و کشتار و قتل و هر گونه حادثه های جنگی روی میداد. مناقشه می سال 1992 آغاز یافت. اسلامگرایان خواستند رئیس جمهوری کمونیست استعفا دهد. او زیر فشار به استعفا رفت. وزیران و وکیلان از پایتخت گریختند و در شهر خوجند در شمال جمع آمدند. در اینجا رهبری نو انتخاب شد. همه همین جنگجوها برای کرسی هستند و برای چی دیگر به 3 سال ما همین رفتیم دیده شد تنها برای کرسی برای لطفا. امام علی رحمانوف رهبری ولایت کولاب را رئیس حکومت انتخاب کردند. در جنگ 25,000 سرباز روس از رحمانوف حمایت می‌کردند. تعداد قربانیان هم می‌افزود. دو طرف را به جنایت و کشتار متهم می‌کردند. هم نیروهای حکومتی و هم نیروهای مخالفان را. اکثریت غیر نظامیان بودند. مردک خدمت در هم در خونم میگون صبح نبستن بچه من در همه خوشت خپیدن فستن خوش شکستن دندونش لطکن شکستن میونش شکستن همون که مرد است. سال 1994 دوشنبه را ترکش ها تکان دادند. در زمان انتخاباتی که مخالفان تحریم کردند رحمانوف رئیس جمهور شد. کنستیتوسیای نو را قبول کردند. انتخابات را آلوده به تقلب خواندند. Конституция Республики Таджикистан. И прито Конституция из бывших республик принята в таком сложнейшем обстановке референдумом. Это самые демократичные выборы. مسکو دکبر سال 1996 با میانجیگری روسیه پروتکل برای مصالحه امضا شد. سال بعد بر اساس سازشنامه صلح مخالفان به حکومت پیوستند. رحمانوف سال 2007 پسوند روسی را از نسبش گرفت. سال 2015 یگانه حزب مخالف را ممنوع کرد و بعداً پیشوای ملت اعلان شد.